روز 7 ایول پرزیدنت برزیل ژایر بولسونارو گفت که معاینه طبی در تن او موجودیت کرونا ویروس نو را ثابت کرد. او ماه‌های طولانی مشورت طبیبان و کارشناسان درباره خفت سرایت سراسری کرونا ویروس را که حیات کمش 65,000 ساکنی برزیل را از بین برده است نادیده می‌گرفت. برزیل با بیش از 1,600,000 گرفتار کرونا ویروس در مقیاس جهانی در جای دوم است. در صحبت با خبرنگاران، بولسونارو نقابش را کنار گذاشته باز از آن سخن کرد که ویروس و یا بیماری کووید 19 زیاد خطر ندارد و بسیاری ها در خانه از خف و یا بیماری های دیگر به هلاکت می رسند. باقی مانده خصوصی است و من شخصا آرام نیستم. همسرم از من مراقبت میکند. من توسط خط ویدیو کار را ادامه میدهم. صرف نظر از طلب طبیبان و کارشناسان، بولسونارو جاری نمودن مسافه‌گیری در جایهای جمعیتی و دیگر محدودیت‌ها را قبول ندارد. به گفته او، ضرری که محدودیت‌ها به خواجگی مردم برزیل می‌رساند از خود بیماری به مراتب بیشتر است.